هلو گایز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من امجی کرافت هستم. امروز اومدیم با ویدیو جدید. ویدیو با چالش. باید اون ویکتوری بود که نگرفتم، اون ویکتوری رو باید جبران کنم با چالش بدون هیچ گولد، بدون گولد، پس بدون هیچ معطلی. لیتس گو توی ویدیو. خب ما توی مچ اول هستیم، جوری که معلومه این مچ اول دیگه. اومدیم گیم بزنیم، بریم برای گیم. جنریتور ها سریش، خدا رو شکر امروز پینگا بهترن دیگه. ما هم از نوبوسگی در اومدیم. سولو استارت شد یا دابل؟ سولو بدون بود. آها حالا با به کی روش بدم؟ یکی کمک help me. سالا درست میشه. الان میفهمیم. لگ شدید ولی خوب میفهمیم. درک به گری روش میداشت سگ خورد. از همینجا بسم الله. هی TNT نداریم، TNT جام بزنیم. یا اول فرض سفید گنگ. میخواد بدم ولی خب من نمیذارم این کارو بکنم. خیلی بده. اومدی کوچولو. نه 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 نه. جی الان من نمیتونم مگا اپل بگیرم. خدا و برم بده مثل یک مرد بابایی و بریم بده. فقط میدونم میمیرم این دستم تموم میشه، میریم به دست بعدی، دست بعدیش هم بعدیش. خب گفتم let's go توی گیم بعد. خب مچ اول استارت شد. میگم مچ اول، مچ دوم استارت شد. ما توی مچ دوم هستیم. چطور دوباره همون با همون رنگ، بدون همون دفند رو تغییر میدیم. منطقیه. خب TNT نمیتونم بگیرم، فشار رو. خب دارم میاد. سلام دایی، خوبی؟ خیلی خوبه. اگپل میخوام، نمیدم. من یه MVP تنها دنبال اگپلم.
جی جان کشتمش. نه 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 پینگ بلاکین ناقص ولی خب در حد خوب. خب مردم. بریم دست بعد. بریم دیگه. خب دوستان ما داخل مچ بعدی سوم بود یا چهارم نمیدونم هستیم و وسط گیم هستیم دیگه. چیکار کنم؟ همینه دیگه. خب این از این. چرا من بلاک میذارم نور میاد؟ خب این از فسپیریت. یه دقیقه فسپیریت رو متصیم چطور خدا میدونه. خب آفرین به بلو برام بیریش کشیده تقریبا. نیومده. خب بد رفته این دستم بزن. خب وایسا باید ببینم چه خبره. نیاد یه دفعه نزنه. نه نمیزنه. اینجا یه فیروال دور. بیا اینم هست. جی جنریتور رو درست کردم. خیلی بهتره به نظر. نه به اون روزا که جنریتور نداشتیم نه به الان که دیگه جنریتور داریم ولی خب پینگا بهتره. پینگا خیلی همراه اول پینگ. جی بریم بدش. همینطور دست خالی بدون هیچ وول. این گلدا چه کار میکنن دست من؟ خب برو پایین داداشمی. بیا این از بدت. اینم از خودت. ایسا فایرول بگیرم. فایرولش خب چی نوشتم خدا میدونه. ولی خب نه. خب فاینال شد. دیسی داد. بهتر بگم فشار. بریم ببینم فایروال داشت. نه بریم مید. بریم راش بدیم به راش. منطقیه. این گیم رو وین بکنم یه وین دیگه هم براتون بزنم. ایناست که بعده. خب راستی اگر این ویدیو به 100 تا نه 50 تا نه به 30 تا لایک برسه ویدیوی بعدی بدون آیرون باید گیم بزنیم دیگه. با خودتونه اگر رسوندیدش به اون حد لایک کنید. در این
لایک کنید. رسید به 50 تا، من همون لحظه 50 تا رو ببینم میرم ویدیو رو میگیرم، آپلود یا فرداش یا همون روز براتون میاد بالا دیگه. با خودتون دیگه، من نیستم دیگه، خودتون دوست داری لایک بکن، دوست نداری لایک نکن. ولی خب ضرر لایک نکنید، هم برا خودت هم برا خودت چالش انجام نمیشه، برا منم لایک نمیکنید دیگه. منم ویدیو رو میگیرم، در هر صورت نگاه کن، من ویدیو میگیرم آپلود میکنم. لایک کن، کامنت بذار، فالو کن، ساب کن. بیا نگاه، کجا میخوای بری داداش؟ الان میام برات. خب مجبوریم اینجا رو وید بکنیم. فایر دوتا هدشات. جی جی. خب این از این گیم وین شد. بریم برای گیم بعد. جی جی هم بهش. خب دوستان، اینم از چلنجمون. چلنج رو با موفقیت انجام دادیم و ویدیو رو هم اینجا تمام میکنم. لایک و کامنت و فالو از یادتون نره. فعلا تا ویدیو بعدی، بای.